سلام، خوش اومدیم به چنل رادیکال موزیک. من چند وقت پیش توی اینستاگرام یه تیکری از آواز معین رو شنیدم که تا حالا نشنیده بودم و خودم گفتم عجب صدایی، عجب اجرایی. بعد گشتم توی یوتیوب سرچ کردم، آهنگ رو پیدا کردم. یه آهنگ طولانیه، نبوده، از چیز خاصی نیست، ولی گفتم که ارزشش رو داره با هم گوش بدیم. قبل از اون یادتون نره هم چنل رو سابسکرایب کنید، هم به دوستاتون هم معرفی کنید که بیان عضو بشن توی چنل. این ساز اسمش قانونه، خیلی خوش صداه. تو آهنگای قدیمی خیلی ازش استفاده میکردن، نمیدونم که توی سالهای اخیر توی موزیکای امروزی تر چرا کمتر ازش استفاده میکنن. ما هم شکست خاطران دیوانه، ما هم شکست خاطر و دیوانه بوده. ما هم اسیر طره جانانه بوده. ما هم به روزگار جوانی ز شور عشق، ما هم به روزگار جوانی ز شور عشق روزی ندیم بلبل و پروانه بوده. بر کام خشک ما به حقارت نظر مکن، ما هم رفیق ساغر و پیمانه بوده. اونا که تو زندگیشون قصه های خوب شنیدن، تو قمار زندگانی همه جو بازی رو دیدن. اونا که تو خلوت شب شعرهای حافظ رو خوندن، همه را بر سر دو راهی موندم. بهشون بگی که اینجا یه نفر همیشه مست
همیشه تنها سر این کوچه نشسته. بهشون بگید که قصهش مثل شاهنامه درازه، کی بوده کجا رسیده چجوری باید بسازه. حالا قصه قاشم مستم توی میخون نگاه اما اون همیشه مستم توی اونجا را نمیدم. بهشون بگید که اینجا یه نفر همیشه مسته، یه نفر همیشه تنها سر این کوچه نشسته. ببخشید پاس کردم. چند تا نکته خیلی قشنگ داشت، چه اجرای قوی. بعد میکروفون رو میبینید کجا گرفته؟ تقریبا یه وجه فاصله داره با دهنش و چه تحریرهای قشنگ و تمیز و عالی. خیلی قشنگ اجرا دارم میکنم. نوازندگی عالی، صدا برداری عالی، سالن عالی و میکروفون اینجا گرفته داره میخونه. الان خوانندگی جدید مقایسه نکنه تو رو خدا. صداشون درد نمیاد، میکروفون رو میکنن تو حلقشون بازم صداشون نمیاد. تحریرها که اصلا جای خودش. چی گوش نکو من متوجه نمیشم چیزی رو میگه، ولی یه چیزی دارش گفت. نوازنده پیانو که نمیشناسم کیه، باید سرچ کنم ببینم چی بوده. نوازنده پیانو به معین یه چیزی گفت واضح نبود. یه بار لیبی گوش بده. رها شد داره گناه یه سرش او آخ چی میشه به این تماشاچیای ایرانی که آقا فضلت آهنگ اینقدر سوت و دست نزنین، حداقل واسه اینجور آهنگا. یه وقتی آهنگای پاپ اوکیه، سبکای دیگه اوکیه، ولی آهنگای این سبک از آهنگا سکوت. آهنگ تمام شد اون موقع تشویق کنه. وسط آهنگ خود معینم اگه دستشو دقت بکنید با دستش اشاره میکنه که ساکت باشید.
ایوه حالا جدا از اون خانومه که جیغ زد گفت ناز نفسه، میکروفون رو میبینید کجاست؟ میکروفون گرفته پایین، صداش تو سالن داره میپیچه. یه بار دیگه این گوش ببین، وای من به جام می پناه آوردم، از غم گریزانم، امید منم گر از میخانه باز آیم، گر از میخانه باز آیم، مرا غماز میجویم. روید ای دوستان، روید ای دوستان، من گوشه میخانه میمانم، میمانم. موی تنم سیخ شد. عجب صدایی، عجب صدایی، عجب تحریری، عجب اجرایی. وای وای چرا پس زوافه نشیده بودم. روید ای دوستان، روید ای دوستان، من گوشه میخانه میمانم، میمانم. به مستی پای در میدان غم بنهادم امشب، مخندی رهگذر بر من، نگر افتان و خیزانم، بشو بگیر که این یه نفر بشو. اوه 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 جمعیت چه صدایی، چه واقعا آفرین. بگیری که اینجا یه نفر، یه نفر سر این کوچه نشسته. اون در واقع اختتامیه آهنگ بود، ولی عجب اجرایی، عجب اجرایی. من این آهنگ رو احتمالاً بازم بارها و بارها گوش میدم. خیلی خوب بود، خیلی عالی بود. چه شعر قشنگی، چه موزیک طبیعی، چه خوانندگی، واقعا عالی بود. یادتون نره سابسکرایب کنید، واسه دوستاتون هم بفرستین. امیدوارم که شما هم لذت برده باشید. فعلا.